تا حالا فکر کردی اگه برای 2 هفته شکر رو به طور کامل از رژیم غذاییت حذف کنی چه اتفاقی برای بدنت میفته؟ شاید توی نگاه اول بگی خب حداکثر چند گرم وزن کم میکنم، اما حقیقت اینه که اتفاقاتی پشت پرده رخ میده که نه تنها ظاهر شما بلکه عمق سلامتی شما رو هم تغییر میده. اگر دوست داری بدونی که با حذف شکر چه اتفاقاتی توی بدن میفته، تا انتهای این کلیپ با من همراه باش. سلام به همه شما دوستان، من مجید هستم و اینجا کانال تنشاده. قراره در خصوص حذف شکر از رژیم غذاییمون صحبت کنیم و اینکه چه خواصی برای بدن داره. وقتی شما روز اول شکر رو میذاری کنار، هنوز اون هوس شدید به شیرینی همراه شماست. مغز مدام بهت سیگنال میده که یه چیزی بخور، یه شکلاتی، یه شیرینی. این همون اعتیادیه که سالها باهاش زندگی کردی، اما همین که چند روز بگذره این حلقه شکسته میشه و اون ولع عجیب برای شیرینی ها شروع میکنه به محو شدن و این اولین هدیه بدن به شماست. از همینجا تغییرات جالب شروع میشن. تا قبل از این شاید فکر میکردی من ذاتاً آدم پرخوری هستم، اما واقعیت اینه که شکر باعث میشده که هیچ وقت حس سیری رو شما تجربه نکنی. هر بار قندت بالا میرفت انسولین میومد و قندت میافتاد پایین و دوباره گرسنه میشدی. حالا که شکر رو گذاشتی کنار، قند خونت ثابت میمونه و سلول ها دوباره شروع میکنن به دریافت انرژی و مواد مغذی. نتیجهش چیه؟ کمتر گرسنه میشی، بیشتر سیر میمونی و تازه میفهمی شکم سیر چه حسی داره. اما یکی از چیزهایی که خیلی زود به چشم میاد تغییر بعد از غذاست. همیشه بعد از نهار چشمات سنگین میشد و بدنت میخواست بخوابه. مقصر اصلی اینجا شکر بود. قند خون بالا، بعد افت ناگهانی و در نهایت خستگی شدید. وقتی شکر رو هضم میکنی این نوسان ها متوقف میشه. بعد از غذا دیگه بیحال نمیشی، برعکس مغزت بیداره و سرحال میمونی. حالا بریم سراغ هفته اول. اینجا بدن شروع میکنه به دفع آب اضافی. شاید باور نکنی اما بعضیا فقط در 1 هفته تا 6 کیلو وزن از دست میدن. بیشترش هم آبیه که به خاطر انسولین بالا توی بافت‌ها گیر کرده بود. شکم شروع میکنه به کوچیک شدن، شلوار دور کمرت شلتر میشه و تو حس سبکی عجیبی پیدا میکنی. کم کم اثرات روانی خودش رو هم نشون میده. اگه زود عصبی میشدی حالا آرومتر و متعادلتر میشی. تمرکزت بالا میره و حتی کارهایی که قبلا برات سخت بودن ساده تر میشن. دلیلش واضحه، مغز دیگه روی ترن هوایی قند خون سوار نیست. حالا داره با کتون‌ها تغذیه میشه، سوختی که از چربی ساخته میشه و خیلی تمیزتر و پایدارتر از قنده. یه نگاه با آینه بندازی متوجه میشی پوستت هم داره تغییر میکنه. جوش‌ها کمتر میشن، صورتت شفافتر و روشن‌تر به نظر میاد. چرا؟ چون انسولین پایین اومده و هورمون‌ها متعادل شدن. برای خانم‌ها یعنی کمتر شدن آکنه، برای آقایون یعنی بهبود سطح تستوسترون. و اگه مشکل درد مفاصل یا التهاب داشتی، حالا کم کم اون رو هم حس می‌کنی. شکر یکی از بزرگترین عوامل التهاب توی بدن ماست. وقتی حذفش می‌کنیم مفصل‌ها نرمتر میشن، درد کمتر میشه و حتی قلب و رگ‌هات هم نفس راحتی میکشن. همین تغییر ساده خطر سکته و بیماری قلبی رو کاهش. اما این فقط بیرون ماجراست. توی بدن اتفاقات عمیق‌تری داره میفته. کبدت شروع میکنه به پاکسازی خودش. اگه شکمی بزرگی داشتی احتمال زیادی بود که کبدت چرب باشه. با حذف شکر مخصوصا فرکتوز، کبد سبکتر میشه و چربی ها رو میسوزنه. این یعنی یک گام بزرگ برای پیشگیری از بیماری های جدی. کلیه ها هم به قول من بهت لبخند میزنن. شاید تا حالا نمیدونستی اما شکر یکی از دشمنای اصلی کلیه است. با کاهش قند و کربوهیدرات فشار از روی کلیه ها برداشته میشه و عملکردشون از قبل خیلی بهتر میشه. و حالا میرسیم به روز 14. 2 هفته گذشته و تو جلوی آینه وقتی به خودت نگاه میکنی میبینی صورتت روشن‌تر شده، شکمت کوچیک‌تر شده، انرژیت بیشتر شده و حتی
حال روحیت عوض شده. اون آدمی که همیشه بعد غذا خسته بود، دائم هوس شیرینی داشت و زود عصبانی میشد، حالا دیگه وجود نداره. به جاش کسی رو میبینی که سبکتر، شادتر و سالمتره. فقط 14 روز نه داروی گرون قیمتی میخواد مصرف کنی، نه رژیم عجیبی بگیری، نه ورزش‌های طاقت فرسا انجام بدی. فقط یک تصمیم ساده موجب این همه تغییر توی بدنت شده و اونم چیه؟ حذف شکر. و نتیجهش میشه بدنی تازه، ذهنی بیدار و روحیه‌ای شاداب. اگه تو هم دوست داری این اتفاقات برات رقم بخوره، توصیه میکنم قند و شکر رو از رژیم غذایی حذف کنی. خیلی ممنونم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودین. حتما این ویدیو رو لایک کنین، بفرستین برای دیگران. اگه کانال ما رو دنبال نمی‌کنی حتما دکمه سابسکرایب رو بزن. تا یک ویدیوی دیگه سالم و تنشاد باشید.